شمشیرت رو رها کن. بس کن مالک، او اینک اسیر است. نگه کن. او را ببرید. حال جناب دستتان چی شد؟ چیزی نیست، به خیر گذاشت. او را با خود به زندان موقت قصد ببرید. اتفاقی افتاده؟ میخواستن جناب یوزارسیف را بکشند. در این دست چه خبر است؟ حق دارد. وجود جناب یوزارسیف برابر است با نابودی آنها. به آنان حق میدهم. آنها از موجودیت خود دفاع میکنند. آنخماو انسان زیرکی است. او خوب میداند کشتن یوزارسیف و آخناتون تنها راه نجات معبد است. خوشبختانه ضربه کاری نبوده. مقداری کتان تمیز و آب جوش برایم میآورید. تمیز و آب جوش. پناه و پشتیبان همه ما خداوند عالمین است. اگر نیک بنگریم هر لحظه و همه جا او در کنار ماست. آنخماهو و کاهنان معبد آمون شانس بلندی دارند. هم من صفاک و خونریز نیستم، هم جناب یوزارسیف اجازه نمیدهند که پا را از دایره عقل بیرون بگذارم. وگرنه از معبد آمون جز ویرانه‌ای بر جای نمیگذاشتم. جای نگرانی نیست. من سقوط آیین بتپرستی و سرنگونی آمون را دور نمیبینم. نمیدانم چرا امشب آسمان غمگین است. در آسمان امشب خبرهای خوبی نمیبینم. چه خبری؟ این خبر مربوط به چیست؟ درست نمیدانم. زادگاه هم کنان را شلوغ و آشفته میبینم. در هر حال ما تسلیم اراده پروردگاریم. چرا نامه‌ای به یعقوب نبی نمی‌نویسی؟ اصلا چرا چند پیک به کنعان نمی‌فرستی تا پدرت از وضع و حال تو باخبر شود؟ نمیدانم چه حکمتی است. تا کنون چندین بار اقدام کردم اما هر بار پیک پروردگار یکتا مانع شد. ظاهرا هنوز زمان دیدار ما فرا نرسیده. سالهای گذشته راهیل، فائقه، یاکین پیر و بسیاری دیگر را دیدید که در پی این قافله رفتند. سال گذشته زلفا و امروز نیز بله. کاروان مرگ بی وقفه می گذرد و آدمیان یکی پس از دیگری به ناچار به این کاروان می پیوندند. اگرچه بله و زلفا آتش حسادت و عداوت را در فرزندان من دامن زدند، اما من از آنان گذشتم. از آنان گذشتم و از خداوند میخواهم که از گناهانشان درگذرد.
من مرگ بالهرا بدان و نفتالی تسلیت می‌گویم و از خداوند می‌خواهم که روح او را قرین رحمت خویش گرداند. من نمیتوانم در قصر زندگی کنم. بهتر است از اینجا به جای ساده تری نقل مکان کنم. چرا عالی جناب؟ مگر اینجا چه عیبی دارد؟ بهتر است این قصرها برای فرمانروایان بماند. تا کنون مجبور بودم مکانی ساده تر برایم تهیه کنید. بسیار خوب. اگر فرصت دهید به زودی به کمک ایناروس و میمیسابو مکانی مناسب تهیه خواهد کرد. همین امروز پیکایی را به سراسر مصر روانه کنید و فرمانداران همه شهرها را به تبس دعوت کنید. چند تن از معماران توانای مصر را نیز خبر کنید. هرچه زودتر ساخت سیلوها باید آغاز شود. اطاعت می شود آنجا. در تبس باید 7 سیلو ساخته شود. عالی جناب، در تبس یک مجموعه کفایت می‌کند. 7 سیلو لازم نیست. اولا که تبس مرکز مصر است و از همه شهرهای مصر و کشورهای همجوار به اینجا مراجعه می‌کنند. بدیهی است که سیلوها باید 7 سال تمام پاسخگوی نیاز این همه جماعت باشد. ثانیاً چون گندم را باید با خوشه ذخیره کنیم، به سیلوهای بیشتری نیاز داریم. عالی جناب، با خوشه چرا؟ این که چند برابر سیلو می‌خواهد. ما باید با یک تیر چند نشان بزنیم. هم گندم مورد نیاز مردم را ذخیره کنیم، هم علوفه و کاه مورد نیاز حیوانات را. بدیهی است که برای برداشت گندم باید دریچه‌هایی در زیر سیلوها ایجاد کنیم. این سیلوها باید به گونه‌ای ساخته شود که از نم زمین و باران آسمان در امان باشد. برای رسیدن به این منظور باید زمین را حفر کنیم به شکل گودالی بزرگ و طولانی. در این گودال زیرزمین بزرگ و محکمی از سنگ بسازید و سیلوها را در کنار یکدیگر بر روی سقف محکمی این زیرزمین بنا کنید. برای حفاظت گندم از باران باید سقف سیلوها کاملا پوشیده باشد. در بالای بدن این سیلو باید دریچه ایجاد کنیم که از آنجا گندم‌ها را به درون سیلوها بریزیم. این خیلی خوب است. در این صورت گندم از نم زمین محفوظ میماند. کاملا درست است. باید سعی شود هر مجموعه شامل 7 سیلو باشد تا در هر سال 1 سیلو ذخیره سازی شود و در زمان قحطی هم هر سال 1 سیلو بهره برداری شود. عالی جناب، چرا سیلوها را تک تک نسازیم و مجموعه سازی کنیم؟ برای اینکه حراست از آنها ساده تر و تعداد نگهبانان مورد نیاز کمتر باشد. عالی جناب، اگر اجازه بفرمایید ابتدا نقشه سیلوها را تهیه کنیم. من قبلا تهیه کردم. می توانید شروع کنید. فرمانداران محترم توجه کنند. باید همزمان با ساخت سیلو ساخت نهرها و آب بندهایی بر روی نیل آغاز شود تا آب نیل را با فاصله زیادی از رود انتقال داده و کشت و کار در سطح وسیعی شروع گردد. کسانی را استخدام و مأمور کنید که به جمع‌آوری سریع و دقیق مالیات ها بپردازند و به مالیات دهندگان سند و مدرکی بدهید که به بخشودگی مالیاتی یقین پیدا کند. و همین مأمورین 1/5 درآمد کشاورزان و پیشوران را دریافت و به آنان رسید و سند ارائه دهند تا در زمان قحطی به میزان دریافت وجه به آنها گندم پرداخت شد. عالی جناب، سرمایه ساخت این سیلوها از کجا باید تامین شود؟ بدیهی است که ساخت سیلوها از محل همین درآمدها تامین می شود. اگر سوالی هست من میشنوم و اگر نیست من مطلبی ندارم.
بروید و به جد کارتان را شروع کنید. جایی مناسبی است. امیدوارم نبی خدا نیز بپسند. اگر خرابه هم باشد میپسند. صبر کنید. داخل را هم ببینید. بروید. این سند رو نشان دهید مورد بخشودگی قرار میگیرید. سپاسگزارم عالی جناب. نفر بعد. این مالیات 3 سال است. طبق این سند شما 6 سال معاف از مالیات هستید. نفر بعد. خوش آمدید جناب مالی. این سیلها باید بگونه‌ای ساخته شود که از نم زمین و باران آسمان در امان باشد. برای رسیدن به این منظور باید زمین را حفر کنیم به شکل گودالی بزرگ و طولانی. در این گودال زیرزمین بزرگ و محکمی از سنگ بسازید و سیلوها را در کنار یکدیگر بر روی سقف محکمی این زیرزمین بنا کنید.
یوزارسیف به کجا می رود؟ او برای سرکشی از کشاورزی و سیلوسازی به منفیس می رود. او تصمیم دارد که از همه شهرها بازدید کند. باز چه شده؟ اتفاقی افتاده؟ حتما باید ناسزا بشنوی تا زبانت باز شود. از شنیدنش خوشحال نخواهی شد. گویا یوزارسیف به منفیس سفر کرده. سربندت نیست که تو رو شبیه مار کرده. نیش کلامت از زهر مار هم بدتر است. یک بار شد خبر خوش بیاوری؟ از که شنیده ای؟ یکی از اهالی تبس هنگام رفتن در بندرگاه او را دیده بود. هر چه زودتر تحقیق کن، خبر دقیق رو برایم بیاور. کار بر ما سخت شد. از این پس به سختی میتوان یوزارسیف را زیر نظر گرفت. او هر روز در گوشه‌ای از مصر است. دیر دست به اقدام زدیم. پیش از اینها باید یوزارسیف را میکشتیم. این از بی‌عرضگی شماست. وگرنه یوزارسیف نباید جان سالم به در می‌برد. با خبر شدیم که افسر رابط ما در قصر کشته شده. ظاهراً هنگامی که قصد کشتن یوزارسیف را داشته جان خود را از دست داده است. میدانی اگر کشته نمیشد امنحotep چه بر سر ما می آورد؟ این از عنایات آمون بزرگ است. یوزارسیف نباید موفق شود که قحطی را مهار کند. تا اون جایی که می توانید گندم ذخیره کنید و مانع به ثمر رسیدن تلاش ها و زحمات یوزارسیف شوید. به معابد سراسر مصر پیک بفرستید و مردم را بر علیه او تهییج کنید. حقیقت داره؟ بله بانوی من. امروز صبح با یاران خود راهی شهر منفیس شدم. دلم خوش بود که یوزارسیف در این شهر است. حال با دوری او چه کنم؟ ای خدایان قدرتمند مصر، ای آمون بزرگ، این گونه پاسخ ناله های مرا می دهید؟ من از شما تقاضا کردم یوزارسیف را به من برسانید، اما شما او را از من دور می کنید. نمیدانم چرا خدای او این همه یاریش می کند، اما شما به خواسته های من این همه بی توجهی.
بله با من کاری داشتید؟ میروی مالیات بدهی؟ قحطی کجا بود؟ چرا این سکه ها را به اینها می سپارید؟ برای من فرقی نمی کنم چه قحطی باشد چه نباشد. من با پرداخت 1 سال مالیات از پرداخت 2 سال معاف می شدم. درود بر نبی خدا. درود خداوند در شما باد. تمام اراضی این منطقه شخم شده، امروز بحث پاشی به پایان میرسد. خسته نباشید، خداوند یاریتان کند. سعی کنید هیچ جای منطقه خالی از بذر نماند. حرکت کنید. مگر قرار است چقدر گندم ذخیره شود که شما این همه سیلو میسازید؟ گندم 7 سال همه مردم مصر، آن هم با خوشه، چون هم گندم برای غذای مردم، هم علوفه برای حیوانات مورد نیاز است. یوزارسی مردم را مسخره کرده است. گندم را که با خوشه ذخیره نمی کنند. عجله کنید! عجله کنید! فرصت برای پاشیدن بس کم است! عجله کنید! میدانستم که پیشبینی یوزارسی اتفاق خواهد افتاد. میدانستم.
این هم از پیشگویی یوزارسیف. در تحقق آن تردید نداشتم. این باران یعنی 7 سال نعمت و فراوانی آغاز شد. این عجیب نیست؟ او همه چیز را می‌داند. یوزارسیف از کجا با این همه اطمینان گفته است در مصر 7 سال فراوانی خانی داشت؟ میگویند خدایش همه چیز را به او میگوید. پس چرا خدایان ما چیزی به ما نمیگویند؟ چرا آنها هیچگاه پیشگویی نمیکنند؟ درود بر خادم معبد خدایان. درود خدایان بر تو. میبری که گندم‌هایت را تحویل دهی؟ آری، برای زمان قحطی باید ذخیره کرد. از کجا میدانی که در زمان قحطی حکومت یوزارسیف این گندم‌ها را به تو پس خواهد داد؟ نمیدانم، میگویند که میدهیم. تو اگر گندم‌ها را در خانه نگه داری خیالت از بابت قحطی راحت‌تر نیست؟ یوزارسیف انسان خوبی است، من به او اعتماد دارم. انسان در بحران هاست که وجود خود را بروز میدهد. یوزارسیف زمان قحطی قطعاً با یوزارسیف زمان فراوانی متفاوت خواهد بود.
تا شما مزارع دیگر را سرکشی کنید من میگم. میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ خوش آمدید. خوشحال میشوید. درود خداوند بر شما. سپاسگزاریم. امسال محصول خوبی بود؟ آنچنان که در همه عمر ندیده بودم. حتی اجداد ما هم از چنین محصولی یاد نکردند. هر کس زحمت بکشد و تلاش کند نتیجه آن را خواهد دید. هر چه درو میکنیم تمام نمیشود. این نهایت آرزوی هر کشاورزی است که محصول زیادی داشته باشد. میگویند عزیز مصر دعا میکند و خدایش زمین ها را بارور میسازد. من هم یقین دارم که همه اینها کار خدای یوزارسیف است. بگو ببینم تو هم به پدر کمک میکنی؟ آری، خوشه هایی را که پدر درو میکند من و خواهرم جمع میکنیم. آفرین پسر، آفرین. مرد آینده خانواده تو هستی. باید پدر را یاری کنی. شما چه غذایی نخوردید؟ همین کافی است. سپاسگزارم. خداوند نگهدار. خداوند نگهدار شما. که بود؟ نامش را نپرسیدیم. نگفتید که هستی؟ اهل کجایی؟ یوزارسیف هستم. خادم شما. حرکت کنید. نمیتوانم باور کنم. یعنی او یوزارسیف بود؟ آری، یوزارسیف عزیز مصر مهمان ما شد و با ما غذا خورد. خدایان تو را حفظ کنند یوزارسیف. چه چهره زیبایی داشت. این منطقه درو شد. قدری آنجا مانده. اینجا هم امروز درو میشه. حتی یک خوشه هم باقی نمانده. همه را درو. خداوند یاری. حرکت کنید. چقدر؟ 5000. شما به روی زمین‌های خود کار می‌کنید یا زمین‌های فرمانروا؟ زمین‌های فرمانروا. تاکنون استقبال مردم برای تحویل گندم چگونه بوده است؟ چندان خوب نبوده. کاهنان با بدگویی و ایجاد تردید در مردم مانع تحویل گندم به سیلوها شدند. مردم را به اینجا بخوانید. میخواهم با آنها سخن بگویم. گوش کنید.
گوش کنید. جناب یوزارسیف با شما سخن دارند. بارها را به زمین بگذارید و کار را رها کنید. نزدیک شوید. نزدیک شوید. بیایید. به من گفتند کاهنان سعی میکنن مردم را از تحویل گندم منصرف کنند. بسیار خوب. از نظر من مانعی نیست. هر کس اختیار گندم خود را دارد و میتواند آن را نزد خود نگه دارد. اما بد نیست بار دیگر این مطلب را تکرار کنم. ما در زمان قحطی به کسانی گندم میدهیم که از آنان گندم دریافت کرده باشیم. حکومت مصر موظف است به هر شکل ممکن برای شما که اینجا گندم ذخیره کرده اید گندم تهیه کند. بنابراین اگر کسی گندمش را نزد خود نگه دارد به هر دلیلی گندمش آسیب ببیند از ما نمیتواند گندمی دریافت کند. من توصیه میکنم با تحویل گندم به سیلوها قوت خانواده خود را تضمین کنید. این مطلب را به دیگران هم بگویید. حرکت میکنید. گندم‌های من اینجا باشد خیالم راحت تر است. من به یوزارسیف بیشتر از چشمانم اطمینان دارم. گفتند گندم ها را با خوشه ذخیره کنید. شما چه میکنید؟ گندم میکوبم، کاری که همیشه میکردم. اکنون با گذشته خیلی متفاوت است. قحطی در پیش داریم. من باور نمیکنم. اینها سخنان یوزارسیف است. کدام قحطی؟ اگر قحطی شد چه؟ من اطمینان دارم که نمیشود و نخواهد شد. فرض کنیم که شد. تو که ذخیره نداری با قحطی چه خواهی کرد؟ در آن صورت از مأمورین گندم میخریم. اما تا آنجا که من میدانم گندم به کسانی داده میشود که از همکنون گندم تحویل سیلوها داده باشند و برای زمان قحطی اندوخته‌ای داشته باشند. وقتی دیدیم قحطی در حال آمدن است ما هم ذخیره میکنیم. ولی قحطی که شروع شد دیگر ذخیره سازی ممکن نیست. ذخیره همان است که از قبل فرستاده اید. اما آسمان که بخیل شد قطره‌ای باران به زمین نخواهد فرستاد و دانه‌ای گندم سبز نخواهد شد. شما چه با اطمینان سخن میگویید؟ گویی نماینده خدایان بر روی زمین هستید. یا از آینده میایید و همه چیز را از پیش دیده اید؟ آری، من فرستاده خداوند بر روی زمین هستم. مسئله قحطی مصر مسئله قیامت است. اگر در این 7 سالی که در مزرعه دنیا هستید چیزی کاشتید و آن را ذخیره کردید، در 7 سال قحطی آخرت چیزی برای درو کردن دارید. ولی آنکه از تلاش و ذخیره سازی غافل بوده توشه‌ای برای بهره برداری در روز معاد ندارد. برای زمان قحطی ذخیره کنید. نگفتی که هستی؟ یوسف، یوزارسیف هستم.
بانو زلیخا، تو هستی رودامون؟ از یوزارسیف برایم خبر آوردی؟ هر روز در شهری است. ساخت سیلوها، کشت مزارع و جمع‌آوری مالیات ها را زیر نظر دارد. او مشغول جمع‌آوری محصول و مبارزه با قحطی است. در 5 سال گذشتم چندین بار برای عرض گزارش و مشورت با آخناتون به طفس آمد. اگر این بار آمد مرا خبر میکنی؟ سعی میکنم با دوستانم در قصر صحبت کنم تا اگر یوزارسیف را دیدند ما را خبر کنند. میخواهم نگهبانان قصر را مرخص کنم. مزد نگهبانان قصر مدتی است به تعویق افتاده. تو امین قصر ما هستی. از سوفر میخواستی تا پرداخت کند. رودامون بدون اجازه بانو کاری انجام نمیدهد. مزد همه اهالی قصر را بپردازید. این قصر پس از مرگ پوتیفار نیاز به این همه محافظ و نگهبان ندارد. همه را مرخص کنید. خوفو و سوفر را به اینجا بخوان. ولی بانو، قصر بدون نگهبان امنیت ندارد. ممکن است مورد دستبرد قرار گیرد. شما که هستید خیالم آسوده است. اگرچه میدانم این کار خطرناک است و من به تنهایی نمیتوانم از عهده این کار بر بیایم، اما فرامین بانو زلیخا را اطاعت میکنم. زمان این قصر متعلق به دومین مرد این سرزمین عزیز مصر پوتیفار بود. ولی اکنون چه؟ اکنون متعلق به یک بیوه شکست خورده مفلوک است که نه اشتیاقی به این قصر و بارگاه دارد، نه شوری برای ادامه این زندگی. و اگر شعله‌ای که یوزارسیف در قلبم افروخته نبود، خود را از قید این زندگی خلاص می‌کردم. احساس می‌کنم غیر از یوزارسیف هیچ چیز در زندگی من وجود ندارد. دستمزد معوقه همه نگهبانان و کارکنان قصر را بپردازید و همه آنها به جز رودامون را مرخص کنید. دیگر توان پرداخت دستمزد آنها را نداریم. جناب خوفو هم کاهنان معبد را مرخص کنند. تأمین مخارج و غذای آنان برای ما مقدور نیست. معبد آمون از همان موقعی که یک کافر پیشکار این قصر شد باید بسته میشد. تا کنون هم بیهوده باز بوده.